متاسفانه دستم خورد و این حالا انگار که داریم برنامه جدید رو آماده میکنیم. سلام دوستان عزیز، متاسفانه بخش اول دستم خورد و این برنامه قطع شد. در نتیجه از اول شروع میکنیم. حالا این انصاف علی هدایت هستم و بخش دوم مهندسی جهل شماره 67 رو آغاز میکنم در اینجا. امیدوارم که دیگه دستم نخوره و بذارید این رو یه مقدار این ورتر بکشم که دستم نخوره و قطع نشه. خب به هر حال حالا ممنونم، خواهش میکنم. من با اجازهتون برم سراغ کتاب‌های تاریخی قبلی، ببینیم که چه کتاب‌هایی رو داشتیم میخوندیم. دیروز کتاب منطق الغیب و فقه اکبر و همچنین کتاب تجوید رو به زبان ترکی در این سه رشته تخصصی رو خوندیم و خیلی هم ازش خیلی سطرهای حالا من همین که گفتم علی شیر نوایی، کتاب بعدی که میخوام براتون باز بکنم همون کتاب ایشون هست. حالا این کتاب در دستان ترک‌ها احتمالاً یا نیست یا خیلی کم هست. این نسخه‌ای که من پی دی افش رو دوستمون جناب آذرباش در کتابخانه آذرباش کتابخاناسی در کانال آذرباش کتابخاناسی گذاشته، من از اونجا دانلود کردم. این رو ببینید، کتاب زیبایی کتاب رو ببینید، اصلا یک شاهکار از نظر هنری. خود کتاب، الان من یه توضیحاتی در مورد این کتاب میدم، شما فقط اولش ما بیایم ببینیم این چند صفحه است دوستان. 119 صفحه. حالا من چون سابقه ذهنی دارم از کتاب قبلی امیر علی شیر نوایی، حالا میدونم که این چه سبکی کار میکنه، ولی براتون نشون زبان اینها یه مقدار با زبانی که ما در آذربایجان صحبت میکنیم متفاوته. این جغت‌های یا جغتایی هستش. جغتایی فکر میکنم درست باشه، نمیدونم دقیقا. ایشون علی شیر نوایی مرکز حکومتش همین قندهار یا همین چیز بوده در افغانستان. و حالا دوباره اجازه بدید من برای اینکه فقط به حافظم تکیه نکنم، اجازه بدید برم و از گوگل علیه السلام بپرسیم که امیر علی شیر نوایی کی هستش، چه کسی هستش. امیر علی شیر نوایی، ننوشتیم اینجا. امیر علی شیر نوایی. ببینید اینجا اگر بخوایم بریم حالا همین ویکی‌پدیایی که فارسا نوشتن رو بخونیم، البته اینجا علی شیر نوایی خیلی به چیزش هم هست. ببینید در فوریه 9 1441 متولد شده، الان 2025 هستش. حدوداً بگیم که نزدیک 500 سال پیش این آدم وجود داشته. علی شیر نوایی also known as نظام الدین al-Shir Nawawi was a Timurid poet. در دوره تیموریان این یک شاعر بوده، writer, statesman، مرد دولت بوده، linguist، زبانشناس بوده، حنیفی، مشروطی یا فکر کنم مشروطی باشه یا مترودی باشه، mystic and painter who was the greatest representative of Chagatai. اینجا جغتای گذاشته، جغتای لکچر. ببینید ایشون یکی از بزرگان جغتای بوده، زبان ترکی لهجه جغتای بوده، یکی از شاخه‌های زبان ترکی هستش و آدم بسیار مشهوری. حالا باز دوباره اگه برگردیم ویکی‌پدیایی که فارسا نوشتن، میر نظام الدین علی شیر نوایی 844 هجری قمری در هرات
به دنیا اومده، در 906 هم فوت کرده هجری قمری. حالا الان 1446، این 40 از اون 40 یعنی چیز بکنه 200 سال از اونجا 400 600 سال پیش این آدم زندگی میکرده. شاعر، دانشمند، سیاستمدار برجسته روزگار، فرمانروای تیموریان و معاصر سلطان حسین بایگرا. سلطان حسین بایگرا شاه بوده، ببخشید، سلطان حسین بایگرا شاه بوده. ایشون یکی از مشاوران و نزدیکان این بوده و در این دوره، در دوره‌ای که این سلطان حسین بایگرا پادشاهی میکرد، صدها کتاب نوشته شده. کتاب به این شکله. حالا من یه مقدار فقط این رو ظاهرش رو نشون بدم و ببینید. این جلد کتاب هست، این احتمالاً داخل آخر جلد آخر هستش، پشت جلد هستش و این صفحات خالی برای اینکه کسانی که میخونن این رو نقد بنویسن اونجا هست. حالا اینجاها یه چیزهایی بعداً نوشته شده. این کتاب رو خیلی ببینید، این وضعیت کتاب رو فقط در این صفحه توضیح میدم، دیگه نمیخوام توضیح بدم. ببینید این صفحه اول رو، کاری که در اینجا انجام شده در اطراف بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا هم از بین رفته، نه نرفته، بسم الله رو اینجوری نوشته، یه با فاصله الرحمن الرحیم رو گذاشته. این رو میبینید با چه خط زیبایی نوشته. احتمالاً این دوتا رو بعداً پاک کردن یا میخواستن پاک بکنن. صفحه دوم هست، اینجاها رو ببینید. حالا من در این کتاب نمیبینم، ولی در کتاب قبلی پس زمینه این نوشته ها هم نقاشی بود و رنگ‌آمیزی شده بود. این تو این کتاب نیست. نقاشی ها رو ببینید، نقاشی هایی که برای کتاب بر ساختن. نور و ظلمت کفر و ایمان نشان، بی نظیر. تنها مشکلی که من با این کتاب دارم، با این دستخط دارم، اینه که یه مقدار این جغتایی هست من نمیدونم، جغتایی هست این من نمیدونم. دوم این که این خیلی خوشنویسیه و من خوشنویسی رو نمیتونم بخونم متاسفانه. حالا من کتاب قبلی این رو که تایپ شده دانلود کردم. اجازه بدید اون رو چیز بکنم، اون رو بخونیم. میخواستم این کوچیکش بکنیم. این کتاب، پشت کتاب رو ببینید. این پشت کتاب، یعنی نه اینکه پشت، شیرازه کتاب هست. این شیرازه کتاب هست، خیلی هم عکس بلندی ازش گرفتن. این دوباره جلد رو نشون میده. این پشت جلده، یعنی جلد اینجاست، جلد سمت راست. وقتی ورق میزنید اینجا داخلشه و این کتاب که تموم میشه داخلش اینه و بیرونش اینه. نگاه کنید زیبایی رو ببینید و رنگ رو ببینید چه کار کردن. حالا من تلاش بکنم از این کتاب یه چند تا که اگه بتونم بخونم. خب ولی میدونم که این برای من خیلی سخته، من اینو هیچ وقت تمرین نکردم، نخوندم ازش. شیخ صنعان واصل درگاه دی، گنلی غیب اسرار انیب اسراری دن آگاه دی. اسراریدن این کاری ما میگیم. گنلی دلش، انیب اسرار یا غیب، حتی غیب اسراریدن آگاه دی. کعبده او تادار اقتاب را آرا. کعبده او اوتاد را اقتاب آرا. ایله ایردی کم بنی اصحاب آرا. حالا گفتم این یه مقدار من با این لهجه ترکی یه مقدار بیگانم، یه مقدار نه. خلق ارشادیغه راسخ ایردی او اول. کعبه دا شیخ المشایخ اردی او اول. آستانinin گدایی شاهlar گللغینقه
müftekhar agahlar her dua kim kılsa bir gamgin üçün gul açıp cehl melek amin cehl نیست gul açıp خیل ملک آمین üçün bu خیل هستش. حالا بریم مثلا یه شعر دیگه مثلا صفحه 50 بخونیم. میخوام برم یه کتاب دیگه از ایشون رو ببینم اگه بشه بخونیم، چون که اون یکی هم شعر بود و من اون رو بعداً دیدم که میتونم چیزشو بخونم. صفحه 50 از این کتاب. خب ببینیم میتونم اینو بخونم یا نه. تیرباردر irdi bargan sarı ilanından mazere taze gülbergi yıl salur irdi kamini bihalveş çarх anin gılgından yine لوکش. حالا یه مقدار با این مشکل دارم، هم خوندنش الان من نمیدونم این رو باید چه شکلی بخونم، دوستانی که میبینن دارن نشون میدم، ولی بذارید ببینم من میتونم اون کتاب قبلی ایشون رو در کانالی از تلگرام من این رو دانلود کرده بودم، زبان و ادبیات ترکی. اینجا ببینم خاندان سولی، لیلی و مجنون. بذارید اینجا جستجو بکنم. امیر. خب بذارید ببینم اینجا هست. از دیوان چهارگانه امیرعلی شیرنوایی. اگر قابل دانلود باشه خیلی عالی میشه. متاسفانه ندارم، اینو نذاشته. احتمالا این جدیدن چیز شده، در نتیجه حق چاپ رو مراعات کردن. اینجا انتشار آنامın yaylığı، این یک کتاب جدیدن چاپ شده، باهاش آشنا هستم که این کتاب چی هست، یه چیزایی در موردش خوندم. یعنی امیر علی شیرنوایی. خب بذارید ببینیم حالا دوباره. خب بذارید ببینید اینجا این قابل دانلود هست این کتاب. زبان و ادبیات ترکی، سلطان حسین بایگرا، بر تخت امیرعلی شیرنوایی. از این نسخه خطی دیوان نوایی موسوم به غرایب و صغر که شامل اشعار دوران نوجوانی و جوانی است، الحق که کاتب و مذهب هر دو در هنرنمایی ید بیضا نمودند. اشعار ترکی مولانا نوایی هم که بی‌نیاز از تعریف است. دوباره اینجا یه عکس دیگه الیازما، این الیازما رو نشون میده. زبان و ادبیات ترکی الیازما. اگه بشه این رو دانلود بکنیم یه جایی. خب نیست. حالا فرهنگ چغاتای، این فرهنگ چغاتای رو بذارید دانلود بکنیم همین الان. و اینجا دیوان سلطان حسین بایگرا، اوکی، چاپ افغانستان. ببینید نسخه خطی تذکره مجالس النفایس، ببینید خیلی زیباست. حالا دوباره این رو هم دانلود میکنم، این رو دانلود بکنم. 3 تا دیوان سلطان حسین بایگرا الیازما. نه اینو نمیخوام چون که اینو دارم تو این کتاب. یوسف علی خوارزمی، یوسف علی سروده علی خوارزمی، نسخه کتابخانه برلین. خب بذارید ببینیم دیگه چه. فرهاد شیرین علی شیرنوایی. نگاه کنید کتاب هایی که در اون دوره نوشته شده. دیگه نمیخوام خیلی
دانلود بکنم همین چند تا کتاب از ترکی چغاتای. اینجا هم چند تا عکس از نقاشی، ببخشید میگم عکس، چند تا نقاشی خیلی زیبا از شیخ قرجون توی، حالا اینا رو من گفتم به خاطر اینکه چغاتای هستش و من متاسفانه مخزن الاسرار، اگر این هم شیخ زنام ترسو از لسان تیر امیرعلی شیرنوایی، این هم باز مخزن الاسرار. یعنی کتاب، اونقدر کتاب ترکی هستش که آدم، حالا ببندم این رو ببینیم که چه چیزایی رو دانلود کردیم امروز. اونهایی رو که الان دانلود کردیم اونها رو نگاه کنیم. اینجا فرهنگ چغاتای هستش. این 4-5 کتابی رو که دانلود کردیم الان یه نگاهی بهش بندازیم. اثر شیخ سلیمان افندی ازبکی البخاری. خب میبینید این گفته که 399 صفحه است، حدود 400 صفحه هست. حالا من تلاش بکنم که ببینم اینجا ترجمه و تحشیه حسن عبداللهی جهانی اومودوغلو. این اومودوغلو فکر می‌کنم در تبریز هستش اگر اشتباه نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، فرهنگ چغاتای فارسی، یعنی ترجمه به فارسیه. شیخ سلیمان افندی ازبکی بخاری نویسنده اصلی هش، ترجمه هش هم حسن عبداللهی جهانی اومودوغلو. 1399 این چاپ شده. لغت چغاتای و ترکی عثمانی فارسی، یعنی به 3 اصل، 2 تا ترکی، 2 لهجه ترکی و به فارسی ترجمه شده. خب از اینها بگذریم که اینجا دوباره تکرار شده. بریم اینجا. از دوستان فرخنده هم جناب فرهیخته هم جناب آقای دکتر روشنپور اکبر خیاوی، فکر کنم اینجوری باید باشه، آقای دکتر روشنپور اکبر خیاوی، دکتر پیمان کیهانور، احتمالا این یک اسمم باشه، میتونه یک دکتر روشنپور اکبر خیاوی، احتمالا اینجوری پور اکبر خیاوی ممکنه اینجوری باشه. دکتر روشن پور اکبر خیاوی، دکتر پیمان کیهانور، ولی الله اسعد، حبیب تاریوردیان، زینال جعفرپور. حالا این دوستان هم ازشون تشکر کرده نویسنده. اینجا با فهرست 397 صفحه این کتاب روبرو هستیم. بذارید یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم کجا رو شروع کنیم. نگاه اجمالی به زبان و ادبیات چغاتای، فرهنگ لغات چغاتایی در گستره تاریخ ترکان. حالا اینو میخونیم. مقدمه مؤلف. تذکر: متن لغت چغاتای فارسی. اسب، یراقالات اسب در لغت چغاتای. شتر و شترداری در لغت چغاتای. درختان، نباتات، میوه ها در لغت چغاتای. اصطلاحات کشاورزی و باغداری در لغت چغاتایی. حیوانات اهلی و دامداری در لغت چغاتای. ببینید حیوانات در لغت چغاتای، ها اون اهلی بود این غیر اهلی. دریا و دریانوردی در لغت چغاتای. جغرافیا و طبیعت در لغت چغاتای. چادر، خانه، ساختمان در لغت چغاتای. جنگ، نظامیگری، اصطلاحات دولتی در نظام چغاتای، یا سیاست و اینها هم. تقویم و نجوم در لغت چغاتای. اصطلاحات خویشاوندی، خانواده و خدمه منزل در لغت چغاتای. زینت‌آلات و اشیاء قیمتی در لغت چغاتای. پوشاک، گماش و تجارت در لغت چغاتای. موسیقی و شعر در لغت چغاتای. اعضا و جوارح آدمی در لغت چغاتای. طب، امراض انسان و حیوان در لغت چغاتای. فهرست بعضی از منابعی که در حاشیه این کتاب مکررن از آنها بهره جسته‌ایم. خب ما اینجا با مقدمه مواجه هستیم. اینجا احتمال میدم که مهمترین، ببینید اینجا چی میگه: پراکندگی ترکان در سرزمین‌های متعدد رو میتوان اصلی ترین علت تنوع لهجه‌ها و شیوه‌های زبان ترکی دانست، به طوری که بعضی از این شاخه‌های زبانی مانند یاگوت و چواش
اینها هر دوتا در روسیه امروزی هستند. جمهوری های مستقل، نیمه مستقل داخل اون هستن. روسیه فدراسیون روسیه هستن. فدراسیون یعنی مجموعی از کشورهایی که با هم به طور حالا بگیم داوطلبانه اومدن موندن، ولی خب میدونیم که خیلی وقت تعدادی از جمهوری‌های ترکیه تلاش کردن مستقل بشن، نشد. یاقوت و چوواش به علت دور بودن از دیگر اقوام ترک لهجه و شیوهی بسیار متفاوت پیدا کردند، به طوری که برای دیگر اقوام ترک زبان آنها قابل فهم نمی باشد که مهمترین اقوام عبارتند از یاقوت‌ها، چاوش‌ها، قرقیزها، قزاق‌ها، ترکان ترکستان شرقی یا اویغورها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، ترکان قازان، باشکرد، این هم در روسیه هست، ترکان شمال قفقاز، گوموک، نوگای، اینا هم فکر میکنم در روسیه هستن. دوباره فکر میکنم نه، هر دوتا در روسیه هستن، جمهوری هستن. ترکان غرب ترکان غرب، ترکیه آذربایجان، ترکان عراق و ترکان سوریه، ترکان کریمه که الان در اوکراین هستن، ترکان بالکان، گاگاووزها یا گوگوزها، ترکان مسیحی رومانی هستند، اینا الان در رومانی و اینا هستند. ترکان آلتای، ترکان خاکاس آباگان، اینا در روسیه هستند. ترکان سویون باتوا یا توا در روسیه دوباره چیز هستند. حالا در مورد زبان ترکی هم اینجا میگه چند تا که صحبت میکنه که به چند مرحله یا چند چیز تبدیل میشه. دوران آلتای که در این مرحله با زبان مغولی زبان مشترکی رو تشکیل میدادن. حالا از اینجا بریم و برسیم به اینجا. نویسنده این آرش سایی هستش، در تبریز این رو نوشته. حالا من میخواستم این مقدمه رو بخونم ولی به نظرم خیلی طولانی میشه، من نمیخواستم اینو بخونم. فقط اینجا لغت نوایی ترکی جغاتای، فرهنگی است ترکی به ترکی، یعنی خود اون امیرعلی شیر نوایی یه لغتنامه نوشته و ما هم میخوایم اونو بخونیم. خب فرهنگی است ترکی به ترکی که با کمال تأسف نویسنده آن برای راغب مشخص نمی باشد. نویسنده این فرهنگ گاهی اوقات به اشعار امیرعلی شیرنوایی تمثیل می جوید. حال یا این فرهنگ 220 صفحه‌ای و دست‌نویس در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره فلان محافظت شده و همت فردی صلاحیت‌دار و کاکشته را جهت آماده سازی برای چاپ طلب می‌کند. پس این کتاب هنوز چاپ نشده. این فرهنگ که لغت نوایی گذاشته اسمشو، این چاپ نشده. لغت جغاتایی به فارسی، نویسنده این فرهنگ، یعنی همین که الان امروز من فکر کنم اینو میخوایم بخونیم، شخصی به نام ندر علی بوده است که احتمالا نادر علی مثلا، حالا در اون لهجه جغاتای ندر علی، که متاسفانه از حیاتش اطلاع دقیق در دست راغب نمیباشد. خیلی خوب نوشته این نویسنده. ببین میگه که در دست راغب نیست، میگه ممکنه وجود داشته باشه در یه جایی ولی من دستم نیومده. ببین این آدم آگاه اینجوری مینویسه. آدم جاهل هم میگه آقا زبان ترکی کتاب نداره، اینقدر قاطع، برای اینکه جاهل دیگه. فرق بین آدم جاهل و آدم عاقل، آدم علمی، اینه که میگه آقا من دسترسی پیدا نکردم. ولی جاهل میگه نه آقا من مطمئنم، مثلا خوندم فلانی میگه که کتاب ندارن زبان ترکی، من شنیدم فلانی میگه که زبان ترکی کتاب نداره. آقای کدکنی میگه که هیچ زبانی به پای زبان فارسی نمیرسه. منبعشون دیگه، من چیکار کنم؟ خب میگه که اما اینقدر هست که وی فرهنگ با ارزش خود رو قبل از سال 1191 به اتمام رسانیده و در سال یاد شده کاتبی از آن استنساخ کرده. نسخه ای از این کتاب خطی در کتابخانه غنی دانشمند و نسخه شناس برجسته و بزرگوار تبریزی استاد زنده‌یاد مرحوم حاج میرزا جعفر سلطان القرایی، دایی استاد دکتر ضیاء صدر الاشرافی، ایشون این کتاب رو داشته، پس موجود بود که به کتابخانه مجلس شورای اسلامی انتقال یافته. حیف کاش نمیدادن و اکنون شماره فلان نگهداری می شود.
فرهنگ ترکی به ترکی سنگلاخ، این رو ولش بکنیم. لغت چغاتای و ترکی عثمانی، فرهنگ نامبرده، این هم یک کتابه. فرهنگ نامبرده شده در سطور بالا را شیخ سلیمان افندی ازبکی البخاری تالیف کرده است. مؤلف اثر خود را در عصر سلطان عبدالحمید خان غازی به اتمام رسانیده. حالا اینجا گفته که کدوم هست؟ پادشاه عثمانی. نگفته کدوم، احتمالاً دوم هستش، به اتمام رسانیده. لغت چغاتای و ترکی عثمانی در سال 1320 هجری به اتمام رسیده است، یعنی حدود 126 سال پیش، و در نوع خود فرهنگی است منحصر به فرد. این فرهنگ با مقدمه منظوم شروع و سپس شروح لغات و آوردن شواهد ادبی میپردازد. این کتاب بعدها در سال 2003 میلادی در شهر استانبول کشور ترکیه و در 320 صفحه توفیق نشر یافته است. در انتهای فرهنگ مذکور مقاله به زبان آلمانی و 3 مقاله نیز به زبان ترکی استانبولی در 28 صفحه درج گردیده است. خب اینم از اینم مقدمه جناب رضا همراز برای این کتاب هست. حالا تذکری رو داده جناب حسن عبدالله جهانی امودوغلو که این کتاب رو چیز کرده. گفته تمام صفحات توضیحات، اضافات، حواشی و مواد درج شده در بین داخل کروشه مختص مترجم می باشد. پس اینم از این. حالا من از اینجاها بگذارم، با آنکه خیلی مهم هستن، چون نمیخوام زبان فارسی رو که بخونم، میخوام زبان ترکی رو بخونیم. ببینید، آبا در تبریز خیلی به کار برده میشد. الان نمیدونم هنوز هست یا نه. در محله های قدیم تبریز به مادر آبا میگفتن. اینجا گفته نیا، جد، بابا، عموی بزرگ. آباغه، نن اباغه، نگ اباغه. آبدان یعنی خواهر، آبدان، نن آبادان، این آبا هستش، اینم چیز از اون اومده. آبلا خواهر بزرگ که الان در ترکیه کاربرد داره. آبله تاول که الان در فارسی هم آبله میگن. آبله تاول. میخ قبله، به قبله هم گفته میشه آبله. آغ، این در ترکی هم تبریز هم به کار برده میشه. آغ یعنی خیلی سفید. قارا خیلی سیاه. قرمزی خیلی سرخ. خب آب بلادرنگ، بی معطلی، زود، فوری، از ادات تاکید که ما هم به عنوان ادات تاکید استفاده میکنیم الان. مثال زدم دیگه. و مبالغه هم که این باز من گفتم دیگه، ما به عنوان مبالغه استفاده میکنیم. آپا خواهر بزرگ، برادر و خواهر تنی. حالا اینجا این لغتنامه رو بذاری مثلا اینجا آتا رو ببینیم، از آتالاش چی میگه. آتا که ما میگیم پدر و اینا. آتابی مربی شاهزادگان و اشراف. البته بی میدونی که یک به مرد ما میگیم بی، به خاتون خانم میگیم خانم. خانم اصلا منظورش یعنی خان من. به مرد میگیم بی که به فارسی می نویسن بیگ. آتابیگ یک لقب اشرافی هم بوده که اینجا به اون اشاره میکنه. آتار توتار، اینجا من اینو ما آتار توتار حالا یه وسیله‌ای باید باشه که اینجا هم گفته توپ جنگی هستش، یه چیز هست. حدت، شدت، دبدبه، سختی، آتار توتار، رد و بدل کردن یه چیزی، طعن و ضرب، آتش توتوش، اجزای توپ جنگی، آتار توتار. آتش، حالا آتار توتار
برای ما خیلی، ما ترک‌ها خیلی این قابل، یعنی من اینو مثلا میدونم آتاش، حتی ما یه فامیل داشتیم فکر کنم اسمش آتاش بود، هم نام هم اسم، فکر کنم بله آتش، بله. آتاغالماق، آتاغلاماق، پیمان کردن، آتاغلاماق، پیمان کردن، نذر کردن. آتاغلانماق، مسما شدن، نشان شد، نامزد شدن. آتاغلانماق، ما میگیم چی؟ در تبریز آداخلانماق، الان در تبریز اینو آداخلانماق میگن، یعنی این ت شده به، تبدیل شده به د. آداخلانماق، آتاخلانماق عین همن، یعنی در تبریز این تبدیل شده به د. آتاغلق، دختر و یا پسر نامزد کرده، که بازم البته اینجا مثلا آداخلق اگر بگیم در تبریز یعنی چیزی که به عنوان نامزد میبریم، اینجا هم همین کارو کرده. آتاق، نامزد، حالا حصه، جزیره، در این حال ساحل، کنار، اینا به کار برده. آتالا، آش بولماج، حریره، غذایی که از آرد و شیر و روغن درست کنند. آتالıq، پدری. آتالıq olur یعنی ناپدری در اصل، یا مثلا از نظر معنوی پدر آدم بشه. یا یکی مثلا یکی رو بزرگ کرده باشه ولی فرزند خودش نباشه، بهش آتالıq، یعنی پدری کردن. حالا بریم، بذارید یک کتاب دیگه. حالا این لغتنامه رو دیدیم دیگه، میبینید دوستمون اومده بسیار خوب اینها رو ترجمه کرده. مثلا بریم صفحه 100 ببینیم که در چی هست. تامشماق، اینجا ببینید قطره قطره نوشیدن، جرعه جرعه خوردن، نوشیدن. تام از همون چیزی که ما استفاده میکنیم، تامساماق، تاملاماق، این تامشماق قابل فهمه، یعنی من اینو بفهمم، یعنی یه بار آدم بخونه یادش میمونه این چی هست، میتونه به راحتی. تامغه، مهره، همون دامغه ما میگیم. خیلی از حروفی که اینجا ما میبینیم در تبریز کاربرد داره دوستان. ما اینها رو مثلا به جای ت میگیم د. تامغا میشه دامغا، تاملا میشه داملا، دامزı داملا، tamlamak damlamak، damcılamak، هر دوتا رو به کار میگیریم. تامله، داملا، اینجا دوباره قطره. تامmak، دادmak، دادmak، در ترکی میگن tatmak. تامور، ما میگیم دامار، تامور، دامار. نگاه کنید چقدر نزدیکه، یعنی یه ذره آدم دقت بکنه. مثلا این چیه؟ تاموک، جهنم، دوزخ، این یه مقدار فرق کرد. ما همین جهنم و دوزخ رو به کار میبریم که ترکیه، این ترکیه، مال ما عربی رو به کار میبریم. تامızmak، دوباره همین دامزırmak، دامزırmak، یعنی ما قطره چکانی میکنیم. حالا بریم صفحه 200، یه نگاهی بندازیم به صفحه 200 ببینیم اونجا چه خبر هست. این 200 قاپاق، قاپاق میگه. این کاش این دوستمون یه کاری میکرد صداها، یعنی نمیدونم چرا بعضی از دوستان فکر میکنن که همه ما ترکی بلدیم یا همه ما قپچاق بلدیم. این دوستمون اگر به من، حالا یکی از دوستان یک کتابی فلسفه نوشته بود برای من فرستاد، به ترکی هم نوشته بود، خیلی هم زیبا نوشته بود. منم ترکی صفر. گفتم آقا من این کتاب رو تلاش کردم بخونم، خیلی موضوع جدیه، دلم میخواد بخونم، ولی من برای اینکه هر کلمه این فلسفی رو درک بکنم باید برم به لغتنامه. من ازتون خواهش میکنم در کنار این هر لغت رو که مینویسید که تازگی داره، داخل پارانتز
معنیشو بنویسید که من بدونم به فارسی یا به عربی چی هست. و این دوستمون قبول کرد. من کتابشو بعدا دیدم که همین کارو کرده، اومده چیز کرده. اینجا هم این دوستمون کاش اینو استانداردش میکرد، یعنی اون صداها رو روی این نگوش حروف میگذاشت یا حروف میگذاشت تا من بدونم اینو چجوری قپاق بخونم، قاپاق بخونم، گپاق بخونم، چی بخونم اینو. قپاق، قپاق همین الانش هم در تبریز قاپاق میگیم، قاپاق. همینجا هم نوشته، البته اینجا گفته سرپوش، غطایه، روپوش، بالاپوش. حالا و اینجا یه چیزی گفته قسمت بین ابرو و مژگان، اینجا گپق، گپق بین مژگان، ابرو و مژگان. این موژه اینجاست و این اینجاست، بین این دوتا گپق اینجا. حالا من اصلا نمیدونستم این چیزیه. گپتال، سمت، جهت، طرف، سو، جانب، یمین و یسار، حد، حصار، دیوار. گپتال، گپتورغای، کیسه بزرگ، توبره. گپچاق، این نن گپجاق، نن گپجاق. گپچور، معاش، کاتبان، معاش کاتبان، حقوق ماهیانه. گپچور داره احتمالا. گپ، گپیک احتمالا از این ساخته شده. گپ، گپیک، گپچور، گپچوماق، گپچوماق. حلقه آهنی، چند بر آهنی که به شکل مدور باشد. قلاده. خب بریم صفحه 300. این 200 بود، بریم صفحه 300. یه چند کلمه هم از اونجا بخوانیم. همینجا، اینجا حیوان ها رو ببینیم کدوم ها رو من بلدم. آت، اسبه. آتماجا، باشه، شهباز، نوعی باز. آتماجا، من میدونم آتماجا یعنی که در ما، آتماجا در قرداغ به معنی حرف کنایه هست، یا حرفیه که زخم زبان میزنه. آتمجه گوشی، اینم یه پرنده است. آتمجا، نه آتمجا. آختا، اسب دورگه. ارگاغلجه، نوعی که وزن سرخ، آهوی سرخ. آروانا، شتر ماده. آره، این مثلا در ما هم هست، زنبور. آس، گاگم، از من نمیدونم گاگم چی هست. آغبوغا، آغبوغا گوچه وحشی. جامش، آغبوغا البته استفاده میشه، آغبوغا استفاده میشه در ترکیه، بیشتر بوغا استفاده میشه. آغ هم که یعنی سفید. آغاج، گازاغان، ما الان بهش میگیم آغاج گازان. دارکوب فارسی میگن. آغاش دلن، ما میگیم آغاش دلن. آغاز گاگان بازم همونه. آغگرو، آغباش، نمیدونم. آلا پگ، آلا پکه، آلا بوغه، آلا کلن، آلا کلن. حالا بسیاری از اینها رو من متاسفانه ترکی بلد نیستم. اینها احتمالاً حتی این چیزهایی که من در روستا یاد گرفته بودم در بچگی، اونا هم بالاخره در مرور زمان از بین رفتن دیگه. خب این حالا من خیلی این ببینم چند الان 38 دقیقه الان اینجا. خب بریم کتاب بعدی که دانلود کردیم اون رو ببینیم امروز. این فاتح چی هست؟ ببینیم این فاتح چی هست، اینو یه نگاهی بهش بندازیم. هازا کتاب المجالس النفایس. خب این شماره هستش چگاه ترکی، چگاه ترکی، دواو چگاه ترکی. حالا اینو یه ذره اول یه نگاهی به خود کتاب بندازیم ببینیم که چی هست. این خیلی خوشنویسیه، امیدوارم بتونم. اینم جغاتای هستش، من همین الان که نگاه کردم با نوع کلماتش چشمم الان آشنا هستش. این خط رو میتونم بخونم، یعنی خیلی خوشنویسی نیست و خیلی تو دل هم فرو نرفته کلمه ها و سطرها، در نتیجه میتونم بخونم. اینجا میبینیم که اما چون من جغاتای بلد نیستم
با مشکل روبرو میشم، خیلی هم مشکل روبرو میشم، برای اینکه حتی اینا استانداردم نیست. یعنی صداش هم رو و زیر حروف اگه میذاشتن لااقل یه مقدار کمکم میکرد که این جغاتای رو یه مقدار جغتای رو یه مقدار راحت تر بخونم، ولی متاسفانه این کارو نکردن و کتاب برای متخصصین نوشته شده که حداقلی از زبان چیز رو مطرح بودن. حالا اینجا یه آدمی این کتاب رو چیز کرده، مهر زده. این مهر چی هست؟ وقف هدا السلطان از سلاطین و اعظم الحوامین از سلطان ابن سلطان الغازی محمود خان دام. این چی هست؟ رافع روف افندی. حالا این سلطان محمود خان میدونیم که در دوره، اینم امضاشه، چه امضایی هم داشته بنده خدا. میدونیم که سلطان محمود خان دیروز در یک کتابی که خوندیم اونجا متوجه شدیم که سلطان محمود خان چه کسیه. من حالا الان یادم نیست. yüz hamd ana kim yasayab جهان بستانی ایلاب yüzü zülf din külo reyhani kıldı yasagaç bu belx ruh افزایی bu باغ روح افزایی نظم اهلینانın bülbül خوش الهانی و درود نامعدود الخلاصه معدوم و موجود دعا موجود غاکم رباغی. ببینید اول این شعرها رو نوشتن ظاهرا، بعد این رو نقاشی کردن. در نتیجه اینجا میبینید براش اینها کلمه ها اومده جای بگیره، اومدن اینجا یه براش جا باز کردن. خیلی زیبا، اصلا کار هنری یعنی همین. تا تخت فصاحت وجودا تا پی نشبت هر نظم که آستی زمره تعب پرست هم نازمینین پای سینغه بیردی شکسب هم نظمی قلدی گرا تو فراغ آلسپ ببخشید این پ میتونه برای این آلست. خب در همین حد برای من کافیه. بذار اینجا مثل این که به نظم اومده. فردوینلار خدمتنی خدمتی دار خرد آین خردینلار خدمتنی یا خدمتی دارو خرد آینلار حضیر. حال نه نمیتونم بخونم، بذارید از این صرف نظر بکنیم، برای اینکه این لهجه خاصیه و من البته باید تلاش بکنم. اگه تلاش بکنم میتونم بخونم. من این رو بهتون قول میدم که اگر یک هفته تلاش بکنم، یک هفته میتونم اینو بخونم به راحتی. یعنی حداقل خوندنش رو میتونم بخونم. حالا میمونه این لغت‌هاش که خودش یک زبانه دیگه. اینجا یک زبان با یک زبان روبرو هستیم. بذار ببینیم اینجا مثلا یک صفحه از اینجا شروع بکنیم ببینیم چی هست. مطلع: ای در همه عالم پنهان تو و پیدا تو،
هم در دل عاشق هم اصل مداواتو. مولاناتی زمان تینن، حالا این چیزه خط زدن روش. مولاناتی صوفی بلغاغدا خارزمدا özbek şehit kıldı ve Gebri Hacı Abulvefa Gebri'nin ayağı sarıdır. Şeyh Azeri İsferayeni Dürbünüm İsferayin ve azhar kıldı. İsferayin'da bebخشید ayağı sarıydı. Şeyh Azeri İsferayini Dürnem, ihtimalen indiye esme İsferayini Dürnem, İsferayin'da zuhur kıldı ve şiiri şöhret tutti ve kuhulet sinni damili sülük sarı tüşti. Hacci mübarek seferge barıp seyri resmi Hind sarı müteveccih buldu. Küb ekabir ve meşayih hidmetiğe müşerref bulup o mülki salatini ana murid ve mü'tekid buldular ve o خیلی به زبان ما نزدیکه. نگاه کنید و اقلا میشه این رو اگر بتونم چیزشو پیدا بکنم و دیرلار کی گلبرگه پادشاهی شیخگه bir lek yarmak lek یه واحد اندازه گیری باید باشه اگر اشتباه نکنم teklif kıldı ama öz resimleri bila baş yırka koymak teklifi hem güzdü. Şeyh ol veçhe baş indirmadı. Şeyh ol veçhe baş indirmadı ve bu beytini itikim beyt. Men Türk Hindu cife cibal gufte am. Men Türk Hindu cifiye men terke Hindu cife cibal gufte am. Bad burud cüne برود جونه بیک جو نمیخرم به یک جو نمیخرم باد و برود جونه به یک جو نمیخرم İsferayin da kuşe ihtiyar kılıp taatte meşgul buldu ve bazı kutub misli Acayib Dünya ve Cevahirul Esrar şeyhindir uzuna muzfaati hem var özna muzfaati hem var اینجا به معنی واره و دیوانی مشهورdur و bu مطلعinin dürkim مطلعش اینه اون دیوانش مطلعش چی شد باز شب شد چشم من میدان کریه آب زد باز شب شد چشم من میدان گریه آب کرد میدان گریه آب کرد سیل اشک آمد شبیخون بر سیاه خواب زد بر سپاه خواب زد ما و شیخ نین گبری این تموم شد و شیخ نین گبری hem İsferayin gesebesi da öz meskeni da ogdur. Hace اوحد مستوفی این ببینید اینجا مثلا پ گذاشته این برای زیباییه نه برای چیز نیست
خواجه اوحد مستوفی کم فضایلی شرح دین مستغنی دور، شرح دین یعنی شرح دین مستغنی دور، şeyh vefati tarihi Xosrow lafzi tapıp dur ve bu fakir Mevlana Tuti terşizge xurus lafzi tarih tapıp eridim malum bulur ki her bir tarihte onu unup dururlar. Mevlana katibi öz zamanında bir nezir iridi. Her no şiirge kim meyl gösterdi önemli. Meyl gözdi ana meani garibe buzlandı. خب میتونم میخونم الان هم تا اینجایی که خوندم فهمیدم که چی به چیه. بریم یه مقدار پایین تر، صفحه 150 اینجا صفحه 50 بریم ببینیم که صفحه 50 از اینجا شروع میشه. دیوانقه مهر basıp durvazinin divanıga mühr basıp dur ve azının teb'i tarif kılır. Cabar hafizesi اینجا قبر به نظرم یعنی خیلی حافظه قوی. جبار حافظesi dağı به غایت خوب دور امانی تبعینی işna buyurur ve ni hafizesini yetimbeşlik ve re'nasifet re'nasifetlik ve خودرایlik bila اوقاتın zayi kılır. Bu no garip sıfatı küb ve dürkim insansız öz olur. Mutlaka pendiz berabermaz yarayırmaz هم میتونه باشه بوجه yaramaz همون mutlaka pendiz yarayırmaz bu cihetin bir gayet perişandır. Bəxşi əbyati bar ama var. Ama bu metleği meşhurdur kim? Hala این مطلعش مشهوره. مطلع بریخت خم می محتسب زد برگذشت. بریخت خم می و محتسب زد برگذشت. رسید bu دیلایی ولی به خیر گذشت. نگاه کنید دوستان، من قبلا گفتم که به این رسیده بودم که زبان فارسی مولود ترکی هستش، بچه ترکه، زبان ترکی هستش. البته برای اینکه این زبان رو بسازن که برای هندوستان ساخته شده این زبان فارسی توسط ترک ها، برای اینکه اینو بسازن از زبان ترکی به عنوان ملات اصلی یا خشته‌های اصلی، از عربی به عنوان ملات این ور اون ور و از حالا زبان‌های دیگر هم هر کدوم یه ذره گرفتن به این زدن که این زبان رو اونجا درست بکنن. ترک‌ها نگاه کنید، همین الان که اینو داریم میخونیم میبینیم این لغت‌هایی که در فارسی وجود داره در این زبان وجود داشته و جایگاه این در همین افغانستان و هندوستان و امروزی و به طرف بالا قرقیزستان و اینها هستش. خب میبینید که این قسمت و فارسی کجا متولد شد؟
فارسی دقیقا اینجا متولد شده. یعنی بین امروز افغانستان امروز تا میره هندوستان و از اون طرف هم تاجیکستان و اینا رو اگه نگاه بکنی، این خراسان بزرگ تقریبا این قسمته. حالا در اینجا کشور کیاس، سرزمین اهالی اینجا کیان؟ ترکن. و اینجا میدون که شاعران اولیه، اصلا کسانی که برای اولین بار زبان فارسی رو نوشتن در اونجا بودن. این جایی که ما میگیم افغانستان و هندوستان که اینا یکی بودن قبلا. حالا ترک‌ها، این ترک‌های مثلا عثمانی میگم، ترک‌های صفوی یا ترک‌های میرفتن مثلا اونجاها رو هم میگرفتن، گاهی نه، اونجا تحت اشغال خود هندی ها بود. در 1000 سال گذشته هندوستان هیچ وقت دولت مستقلی تقریبا وجود نداشته. در هندوستان یا تحت سلطه عرب ها بوده یا تحت سلطه ترک ها بوده. و بعد هم این اواخر 200 سال گذشته، 250 سال گذشته، یواش یواش به اشغال انگلیسی ها در اومد. انگلیسی ها کاری که کردن این بود که به جای اینکه یک زبان ایجاد بکنن برای ارتباط با مردم اینجا، اومدن زبان اینجا رو تغییر دادن به انگلیسی. هنوز هم اکثر 99% هندی ها به زبانهای خودشون حرف میزنن، ولی زبان اداری، آموزشی در کنار اون زبان ها زبان هم هست، زبان انگلیسی هم هست. حالا میگه که شعر رو بخونیم. بریخت خم می و محتسب زد برگذشت، رسید بو دیلایی ولی به خیر گذشت و بو توت مطلعنین دورکیم. حالا این میگه مثلا فارسیش اینجا چیه؟ مطلع بو بلالار گزدین اول آرام جاندن گرمادم bu belalar gözdün ol aramı candın görmedim. İki gözümdün yamanlık gördüm andın görmedim. خیلی زیبا. میگه که bu belalar gözdün ol ara، میگه که این بلاها رو دیدم یا دیدی، gözdün اول آرام جاندن görmedim، اما من اون آرامش جانم رو ندیدم، یا اون آرام جان یا اون یارم که آرام جانمه اون رو ندیدم. İki gözünden yamanlık gördüm، از هر این دو چشمم بدی دیدم، yamanlık gördüm، آندن görmedim، اما از اون yamanlık، از اون یارم، آرام جانم ندیدم. ببینی خیلی زیبا میگه. بهمن اطبقه bu معمایی، بهمن اطبقه bu معمایی یخشی واقعی بلور bu ترکیم. بهمن حالا نمیدونم این چی هست، اسم ماه، البته علامت زده که این خیلی مهمه، کلمه مهمیه. احتمالاً اطبقه bu معمایی یخشی واقع بول به ترکیم، بازم معما، این یه معما میگه. حالا ای برسم سمند توسارهای سروران، افکنده سروران جهان نزار سر مران، انشالله تغری بلغرگیر کای نای بلغرگیر نای. حالا من به نظرم خیلی به ترکیه ما نزدیکه، میشه به راحتی فهمید، با یه مقدار تلاش میشه این جغتای رو خوند. بریم صفحه 100 هم یه ذره تلاش بکنیم. دارم چیز میشم، راستشو بخواید هوس میکنم که این لهجه رو هم یاد بگیرم. خب بذارید صفحه از اینجا ببینیم چی میتونیم. از اینجا مثلا مطلع نمیخواهم که دل در بندا آن زلف دوتا افتد،
نمیخواهم که دل در بند آن زلف دوتا افتد. چرا از پهلوی من دردمندی در بلا افتد. مولانا خیری چی گفته؟ هم خوارزملک در دیوانه بش و ابتر شپوه کشیدر. ابتر شپوه کشیدر. روزگارın daim iflas و felaket yıla onlar var ama şairlik da خیلی قوتی بار قصایدی بار و خیلی قوتی بار قصایدی بار و غزلیاتی هم yaman imas طبع اهلی قاşı da متعون یا متوعن در munakim abiyatının manisin sorsalar selmaz silsahım bilsahım salmaz ya salmaz bilsahım itailmaz. میشه خوند آقا، میشه خوند، اینو میشه خوند. خب بریم کتاب بعدی از این زبان رو، حالا که این شیرنوایی رو داریم میخونیم یه کتاب دیگه ازش باز بکنیم. دیوان سلطان حسین بایگرا. حالا این رو ببینید چاپ شده، این اون کتاب خوشنویسی بود، حالا میخوام مقایسه بکنم خودم رو با این چاپی ببینم که چقدر. دیوان سلطان حسین میرزا بایگرا به انضمام رساله او به مقابله و تصحیح محمد یعقوب واحدی جزجانی از نشرات مؤسسه طبع کتب هوت 1340 این کابل چاپ شده. ببینید کابل، ما بعضی از دوستان، حالا بگیم دوستان ما، برای اینکه مثلا فارسا ما رو تحقیر میکنن، اینا برای اینکه جواب میدن میگن که شما افغانی هستید. نه آقا، افغانستان مرکز ترکی بوده، زبان ترکی بوده و الانش هم نگاه کنید کتابی که در 1346 چاپ کرده به زبان ترکیه. نگاه کنید تقریبا تمامی کتاب‌هایی که حتی ما نمیدونیم در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان و قزوین و همدان و عراق و اینها، قم و تهران، خراسان و قشقایستان و ترکمنستان در کابل چاپ شده، در هرات چاپ شده اخیراً در 100 سال گذشته. نگاه کنید حالا یه غلطایی در اینجا چیز شده که میگه اینا رو چیز میکنه. این کتاب در 3000 نسخه به مطبعه دولتی کابل چاپ رسید. به این 3000 الان در تبریز و تهران کتاب 3000 نسخه دیگه چاپ نمیشه، 500 150 اینا. چند کلمه از ناشر که حالا از این بگذاریم، آغاز رو هم بگذاریم، بریم که مندرجات اینم که فهرست کتاب هست. دیوان سلطان حسین میرزا بایگرا رو حالا اینجا داره توضیح میده که چی به کی هستش. من از اینجا هم عبور بکنم برم به اصل مطلب برسیم، ببینیم که یه جایی فکر می‌کنم که این مقدمه، خب فکر می‌کنم که اینجا 8. meclis Sultan Sahipgira'nın latif təbii netayicinin zibaləri, hüsnü ve cemali zikrida ve şerif zihni xesaisinin rə'naləri gınc ve delali şerhida kim her faisi zaman səhvəsi bustanide renginlik ve revanlıqden gülüzari servi qed ve servqet ve her birisi döran ersesi Gülistanida revanlıq ve renginliğden serv ve azadi dür gel خد. من فکر کنم که از این کتاب از اینجا شروع نمیشه، ولی حالا بذارید یه مقدار بالاتر برم، حالا از یه جایی که ببینیم چی میگه.
Hayy harfi. Bu harfge dağı Türki elfaz goheri nezm silgiga tar tuguçi tar taquçi şeara taarruz gılmaydurlar. Gılmaydurlar yani menfi diye. Gılmak ve gılmamak این منفیشه. gılmaydurlar. Cemen mi bende. Hamana ki eşkali ciheti dindur. Ciheti dindur. Yar dini gelirse yar dini gelirse ani mübah bilip can birür da deyip tür. Bebin dür رو tür نوشته. Yar dini gelse aşık birse can bulgay mebah. Defteri eşk icra güya bile bülmüş istilah. حالا اینجا داره نمونه هایی از اونجا رو فکر میکنم داره توضیح میده. من میخوام برم که اینجا حرف صاد و اینا داره در مورد هر حرفی یه چیز میکنه. شاید هم اصل کتابه، من دیگه دستم در رفت. بریم صفحه 50 رو برم از اونجا شروع بکنم. کاش من از همون اول برگردم. اول ببین اینجا دیوان چیز رو اضافه شده بود تا اینجا فارسیه. معهازا خواستم اسئال سلطان حسین میرزا در نظر دانشمندان اینجا هم که خب از اینجا ببین چی میگه. میگه که امیرعلی شیرنوایی نویسنده، شاعر، وزیر بزرگ معاصر سلطان حسین مجلس 8 کتاب مجالس النفایس خود را در باب شخصیت ادبی سلطان اختصاص میدهد. ها از اینجا به بعد که سکیزینج مجلس هستش ببینید از اینجا حتی عاشقای ما هم مجلس میگفتن دیگه، اینجور چیزها رو نمیگفتن که الان دیگه رایج شده. در باب مجلس 8 کتاب مجالس النفایس خود را در باب شخصیت ادبی سلطان اختصاص میدهد و میگوید اشعار خوب و ابیات مرغوب آن حضرت به غایت فراوان است و دیوانی هم از آنها مرتب شده است. دیوانی در این مجلس نوایی در این مجلس کتابش مطلع 124 غزل سلطان حسین را با ذکر مزایای ادبی آنها آورده است. نگاه کنید دوستان، اومده اونجایی که ما خوندیم مقدمه است دیگه. حالا این اومده گفته که شاه که در هرات بوده دیوان داره و در این دیوانش 164 تا غزل داره که این در این کتابی که الان داریم میخونیم بخش، حالا یک کتابی که نوشته در بخش 8 اون سکیزینجی مجلس اومده بر اساس حروف الف با ت ز این بر اساس این حروف اومده اونها رو فصل بندی کرده و برای هر کدوم یه چیزی نوشته. اینجا ما با اون مواجه هستیم. حالا میگه سلطان صاحب گرانن لطیف طبعی نتایجینین زیبالری حسن و جمالی ذکریدا و شریف ذهنی خصایصینین رعنالری غنج و دلالی شرهدا کیم هر فایسی زمان صفحسی بستانیده رنگین لغ و روانلغدین گل ازاری سرقت و هر birisi دوران ارسسی گلستانیده روانلغ و رنگین لغدن سرو آزاده درگل خد گل خد احتمالا. حالا اینجا مثلا من این خد رو ندونستم، خود احتمالا باشه، گل خود یعنی خود که الان در ترکی هم به کار میره. سلطنت بحرینین در یکتاسه و خلافت سپیرینین سلطنت بحرینین در یکتاسی و خلافت سپیرینین خورشید جهان آراسی سخاوت حواسینین حواسینین
ابر گوهرباری و شجاعت بیش سنینگ حزبر شکاری عدالت چمنینینگ سروی سربلندی و مروت معدنینینگ گوهر ارجمندی گوشش رزمگاهینینگ رستم دستانی و بخشش بزمگاهینینگ حاتم زمانی فصاحت علمینینگ نکته بیرله سحر سازی و بلاغت جهانینینگ دقت بیله معجزه پردازی سلطان السلاطین ابوالغازی سلطان حسین بهادر خان گیم mülki devamı ta kıyamet bulsun. Zatığa bu mülkü üzra ikamet bulsun. Şiir اینجا. Kim mülki devamı ta kıyamet bulsun. Zatığa bu mülkü üzra ikamet bulsun. Adl içre tariqi istiqamet bulsun. Alem ehli için selamet bulsun. Bu Xosrov gerdun cani kim nisbi babida khame sursam 100,000 خان و خاقانی bu cüzvi muhtasar dayğıştursa da bu müstaqa hala اینجوری bu cüzvi muhtasarda yığıştursa bulur mu یغشترماخ یعنی جمع کردن میگید نمیشه جمع کرد تو این مختصر و بو دارای انجم سپاهنی kim hasbi şerhida قلم ursam 100 tuman خاقان و قاanın hamide ahlakça söz bu muhtasarda hem yığışırsa bulur mu نگاه کنید من حالا دارم یه چیز دیگه قبلا گفتم که زبان اردو که زبان رسمی پاکستان و بخش‌هایی از هندوستان هستش اون هم بچه ترک‌ها و زبان ترکیه و اینجا شما می‌بینید که بعضی از حالا نمیدونم دوستانی که با این اردو یه ذره آشنایی داشته باشن حالا مثلا یک صفحه ازش خونده باشن میفهمن که من وقتی اینها رو میخونم بخشی از اینها اردو هم داره. خب داره حالا بریم از اینجا بیرون صفحه 100 رو بریم بهش برسیم خیلی بالا رفتیم 160 رفتیم بریم 100 ببینیم که تو این 100 چی هست. خب صفحه 100 اینجا شروع میشه وله یسر الله اعماله بولدو گل وقتی و بولدو گل وقتی و من خار غمی دین مبتلا اینجوری باید بخونیم فکر میکنم درد و غم این همین میگه هجر الدین لاله دیگ bağrımda 100 dağ bela kan başımını gördüğünün o geldik güngül halındağı kan başımını gördüğün o geldik güngül halındağı bu sıfat halimini pes ali da erz et ey seba غرگمین göz merdumi dig kan yaşım silabığa ah kim feryadime yitmaz bugün bir aşina ah kim feryadime yitmaz bugün bir aşina حال میشه ببینید من که این زبان رو برای اولین بار تلاش میکنم بخونم برای اولین بار در عمرم دارم تلاش میکنم بخونم به ترکی جغاتای رو تقریبا دارم متوجه میشم که قضیه چیه حال زارن سینگیبی سلطان دین ایرو تuşkalı
Ya ferag ırmaz gel galım, gal kim, gel gal kim, yüz til bile ilarda, ilarada. ilarada اینجا گفته چی؟ سیلاب آرا. خب اینجا کاری که کرده این نویس زیر هر صفحه کلمات سخت رو معنی کرده. من بلور ایردم که یکتر انتها اشکم هیچ. من بلور ایردم که یکتر انتها اشکم هیچ. تا گله وصلین بلا kıldım mehabbet iptida. Laledik mi camini tutgil ganimet gül çağı. Khas kim işret ge urdi bülbül bidil sala. Ger Hüseyini tapmadı bergi cemalün bağidin. Bu çemenda ey gül nures سنگا بولسون بقا. خیلی جالبه. بریم شعر دیگری رو بخونیم. ببینید وقتی حالا در اون خوشنویسی نمیتونستیم بخونیم، اینو یه مقدار الان میتونم بخونم. بریم صفحه 150 ببینیم که اینجا، حالا اینجا صفحه 150 چی شد؟ 150 و لهو طول عمر و لهو طول الله عمره عربیه. Elə kim gül içrə غنçenin her neçe معلوم imas. Malum nemişe, imas, olmaz. Ğunça ağzın neçe kim söz diye hem mefhum uymaz. Ğunça ağzın neçe kim söz diye ğunçه دهان neçe ki harf بزنه mefhum نمیشه. O güyaşının pertövün güyda görsam yok acab. O gaş, این فکر کنم گاشه همون. O güyaşının pertövün güyda göy görsam yok acab. Hiç kim cennette tubi nuridin mahrum imas. Eşk zulmünden eğer Ferhad و Mecnun oldular, minde her demdur olum mindik alar mezlum imas. Şah hükmü birle güngülüm eşki terkin tutmagay. Şah ayrur hakim veli bu kimsega mahkum imas. Eşku mi cermiğe dair içre mini yazgur mangiz. حالا اینجا mangiz نمیدونم یعنی چی، یه مقدار مشکل افتاد. نگاه که مسجد da dağı hiç kim masum imas. Ney beladır eşki kim durdum anin Irak'mış. Ni beladır eşki kim gördüm anin uragıda. Derdiyle mehnetin üzga nükteyi mergum imas. Ger Hüseyin'in visalin devletiydi ey senem, ya'si küb mevcudiye imdi hem معدوم imas. خب من برم صفحه 250 برای اینکه میخوام اون کتاب دیگر رو هم یه ورقی بزنیم. خب بریم صفحه اینجا 250 و لهو خلده الله ملکه. O zümrüt xat ki çıkmış la'li xendan üstüne.
Sabze kim üsbütür abi heyvan üstüne. Burga'in alğac qad o ruxsaridin qaldım əcəb. Burga'in alğac almaq. Burga'in alğac qad o ruxsaridin qaldım əcəb. رخسار اونو دیده میگه عجب در تعجب. Gül açılmak türfedür servu xaraman üstüne. Zəfim andağdır ki bir din tu gülgay peykerim Gunse kuş nageh mini mecnun uryan üstüne. Gonsa الان ما گونسا میگیم. گونسه گوش ناگه مینی مجنون اوریان üstüne. Hicrüddin ötüdün bir şerer alemini ortar ey rafik. Merhemingni nef gılgay dağı hicran üstüne. Şekimaz kim şek eleme. Şekimaz kim seyridin galgay teherrük ilemay. Koysalar kuhi gamimni çarkı gerdan üstüne. Çarkı zulmiden buzug cismim erür yer birleting. Çün Hüseyni yüz ayaq xunab gözdin töker. Sen dahi yetgür gil ayaq bu çeşmi giryan üstüne. خیلی زیبا. میفهمم میتونم بخونم مثل اون خوشنویسی نیست. بریم صفحه 300 رو هم ببینیم. یه شعرم از صفحه 300 بخونیم و بریم کتاب بعدی. ایزن له ای چرخ جفاگرنی ستملار قıldın. Görne همون. ای چرخ جفا gör sitemlar kıldın. Canımını nişani elemler kıldın. Mehleki nefsim ötün elemler kıldın. Üzrüngini ne için kolay keremler kıldın. Ve izenlah yığlama ey göz kim ol serv semen bir gülgüsü koyma gil ey can ki ol hurşid enver gülgüsü. Gülgüsü فکر میکنم یعنی gelsin, gelmesi, gelmağı. Ey gönül bimarlıktın gam yeme kim başınga bir mesihadin hadisi ruhi perver gilgüsü. Ve eyzenlah aşk tufani eğer cismim kurtardı kuyidin. Kim ta göz yumup açtım çıkardı kuyidin. Yok ki sordi kuyidin ol seylimin avaresin. Nakl umidim nehalın hem gupardi kuyidin. این کویدین ممکنه گویدون باشه یا گویدین. حالا آخرین شعر این کتاب رو هم بریم یه صفحه بزنیم ببینیم که آخرش چی هستش، چجوری تمام میشه. حالا اینجا که افغانی هایی که زحمت کشیدن این کتاب رو چاپ کردن ما هم براشون سلام میفرستیم. امیدواریم که سلامت باشن اگر زنده هستن و اگر
به رحمت خدایی الله رفتن. امیدواریم که الله براشون رحمت بباره به قبرشون و به جانشون و به روحشون. اینجا رضا گلی هدایت هم اسمش اینجا هستش. اینجا منابع و مراجع کتاب هست. حالا من با اجازه این صفحه آخر کتاب رو هم میخونم. یازغورماق، احتمالا در شعر این کلماتی که من حالا برم ببینم که در مورد این کلمات که آورده احتمالا لغتنامه کتاب هست. احتمال میدم بله، احتمال درست بوده، لغتنامه کتاب هست. حالا من اگه اون لغت آخری یادم نمیاد، کاش میومد میدیدم اینجا چی نوشته. آبنوس نام درخت، آچوب عرب، گرسنه و خسته و کوفته. آچوب عرب. آرتوکسی، آرتوکسی زیاد، آرتق همان، آرتق، ما آرتق الان میگیم در تبریز، آرتوقی، آرتوکسی. آزگماق، آزگماق گمراه شدن، آزماق، آزگماق. آسغ، اینجا گفته که فایده، تمتع. آلیغه، در نزدش، به حضورش. آیل، فعل امر از مثل آیلماق. آتاماق، نامگذاری کردن. اراجیف، به فتح اول جمع اراجف، به معنی سخنهای بیهوده و دروغ و بی اساس. اسرو، به فتح الف، به معنی بسیار، اسرو، زیاد و فراوان. کتاب به معنی قرآن مجید و کنایه از سوره فاتحه. اتاقه، اتاقه این ببینید تاج، اکلیل، افسر، دیهم و اتاقه. من اینو اگه بودم حتما میخوندم اتاق، حالا اینجا گفته که نه اون نیست. اترو، روبرو، مقابل، اترو قابل درک هستش. خب دوستان این کتاب رو هم دیدیم. حالا با اجازه شیرین فرهاد رو هم ببینیم. این دوتا کتاب رو اگه ببینم چقدر الان چقدر وقت گذاشته، 1.5 ساعت. نه همین کتاب رو یه صفحه ازش بخونیم و یه بریم. فرهاد و شیرین خیلی طولانیه. دوباره این کتاب رو بذارید از نظر هنری هم بهش یه نگاهی بکنیم. این صفحه اصلیشه و اینم که باز خوشنویسیه. من با خوشنویسیش مشکل دارم. با خود خب یه لهجه دیگری از زبان ترکیه هست، ولی خب دیگه خوشنویسی هم که بلد نیستیم بدتر میشه. 234 اینجا چی هست؟ آیا در بالا هم بود یه چیزی؟ بذارید ببینیم. یه شماره گذاری شده. این گفتش چیه؟ فرهاد و شیرین علی شیرین و فرهاد. داستان شیرین و فرهادش علی شیرنوایی هستش که دستنویس خطی هستش. این رو احتمالا باید 230. حالا این چی بود؟ بذار ببینیم بالا. 234 230 داره از بالا به پایین میره، از پایین به بالا میره. کتاب رو میبینی که حاشیه نویسی خط حسابی جدول بندی کردن، خیلی زیبا. کل داستان شیرین و فرهاد رو اینجا آورده در 124 صفحه. من همینجوری دارم میرم. کتاب قطش بلنده، خیلی بزرگه. یعنی کتاب مثل کتابایی که ما امروزه داریم میبریم نیست. مثل کتاب‌های قدیمی هستش که خیلی قد بلند می نوشتن در گذشته کتاب‌ها رو. خب حالا من اگر نتونستم بخونم اینو میذارم برای فردا روزی، یعنی یه روز دیگر. فرهاد و شیرین 237 صفحه گفته هستش. در اینجا 124 صفحه میبینیم. دابل میشه، یعنی تو هر صفحه احتمالاً 2 تا صفحه هست. نه، ولی اینجا گفته 124 صفحه، اینجا گفته چند تا، کجا رفت؟ 233 صفحه. بقیهش کجاست؟ آخرش هم که اینجا میبینیم تمت رو گذاشته، که اینجا تاریخش هم گذاشته. تاریخ رو، کتاب رو چه تاریخی نوشته؟ بذارید اول اینو ببینیم. تاریخ 930 930
70 سال از اونجا، 446 سال اینجا، 500 و خرده‌ای سال پیش اینو نوشته. 500 و حدود 20 سال پیش این کتاب رو نوشته. حالا بذار ببین میتونیم بخونیم ازش. حالا از همینجا: به حمد کفت ابواب المعانی، نصیبت گنگلما فتح الماغ آنی. بذارید یه مقدار اینو بزرگتر بکنیم که به حمد که فتح ابواب المعانی، نصیبت گنگلما فتح الماغ آنی، gözümga ol ışık gaflis bedidast padidat enin fatiga gelgimni kilidet. Aha, gözümga ol ışık gaflin eşik gaflin padidet. Anin fatiga göglimni kilidet. Atıp ol genci gaflin bu kilidim, nasibim ilanin kim bar emirim, ümidim ihtimalen ümidim, nitekim istasam nakdu cevahir, Giyan baksam gözüm ga ila zahir. Tirar ka her nefes kuprak heves heves bir kac alurga destsiz bir ana. این دیگه میگم یه مقدار سخت‌تر شد برای اینکه خوشنویسیه. این تا اینجا بسه دوستان، ولی نمیتونم، من به این لهجه زبان ترکی خیلی علاقه‌مند شدم. یک دوستی دارم مهندس، خدا حفظش بکنه، مهندس رحیم عزیز عرب، در آمریکا زندگی میکنه. این لهجه ترکی رو خیلی خوب بلده. من باید ازش بخوام برای من یاد بده اینو که بتونم خوب بخونم. بذارید این صفحه 50 رو یه ذره بخونم. خب بذارید برم صفحه 50 ببینم میتونم. Kraktür çare endişe kılmak. Gerektür من اینجوری میخونم، مثلا gerektür çare endişe kılmak. خرد resmini dab و پیشه kılmak. خرد resmini dab و پیشه kılmak. Teklif ilaban bulmak. Xredmend ki bulgay şah küngli şadı xursend. Çu bida buldi ilar iş yarağı. Mebin oldum bila eşk dağı. Yok irsaimdi bitaqetlemek etsam başımını alıpsan bir sarı.
kipsam müqərrərdir ki, şah kişvər ara, zamani qılmayın səbru müdara, qılır 100,000 çirik تعیین که فی الحال. ببینید چریک زبان ترکی بوده. قılır 100,000 çirik تعیین که فی الحال. ببینی استاپ tapar dağlamayı da tapar da qılmayı ehmal. ببینی استاپ tapar da qılmayı ehmal. Alar hüsnü melkida her yan çaparlar. Alar hüsnü melkida her yan çaparlar. 2-3 gündin otqarmay taparlar. Əgər rəzm ilə sam gür kac sipəhni girak qətl ilamak kübbi ken günahni. Çıkay ferza urşağa tiğ pulad. Çıkay ferza urşağa tiğ pulad. Yok ilka üzma ilay bu bidad. Nice il bu تیغیه تیغ olursa bulgay. حالا اینجا میگم اینجا خیلی خوشنویسی دیگه نمیتونم بخونم. به هر حال دوستان امروز تلاش کردم که البته اون کتابی که گفته بودم اون رو پیدا نکردم بخونم، ولی تلاش کردم که از جغاتای یه چیزایی بخونم. ببینید جغاتای لهجه خاصی از ترکی هستش که بسیار هم کاربرد در نوشتار داشته. میبینی که در ترکی آذربایجانی هم که ما مینویسیم بخشی از اون رسم الخط مونده. در ترکی عثمانی هم که حتی امروز ترکیه هم بخشهایی از اون مونده. برای اینکه من بارها عرض کردم هر کلمه‌ای که ما از دهنمون در میاد یک تاریخ پشتشه، یک تاریخ احساسات پشتشه، یه معنویت، یه ایدئولوژی پشت اون هست. این که من نمیدونم و ما نمیدونیم این دلیل بر این نیستش که خالیه. خب ما بی سواد هستیم، در نتیجه نمیدونیم این مثلا کلمه هایی که نون مثل که نوشته میشه، ما نمیدونیم این چرا اومده از کجا. حالا الان مثلا من دارم متوجه میشم که این از همون جغاتای زبان ترکی جغاتای به آذربایجان رسیده. آذربایجان یه بخشهایی از اون رو حتی کمرنگم باشه حفظ کرده. یعنی زبان اداری بوده، زبان سیاسی بوده، زبان علمی بوده این جغاتای و ما اون رو به ارث بردیم. حالا چقدرش رو کاربرد میدونیم، آگاه هستیم، من نمیدونم. یعنی من میدونم که نمیدونم. این که نمیدونم خودش یه حرفیه. به هر حال من فکر میکنم که من خودم شخصا به عنوان انصاف علی هدایت که در زبان ترکی تقریبا فلج هستم و این دولت ایران من رو در زبان ترکی و ادبیات ترکی و تخصصهای ترکی و علم ترکی و حتی این استاندارد ترکی یعنی صداهای زبان ترکی من رو فلج کرده. و من تازه البته خیلی ها هستن که خیلی بهتر از من هستن، یعنی استادن. همین نمونش امودوغلو رو دیدیم که کتاب رو از زبان جغاتای به فارسی ترجمه کرده، اینو دیدیم. اینها استادن، ما باید پیش اینها زانو بزنیم و یاد بگیریم. ولی من اگر شروع بکنم این جغاتای رو یاد بگیرم، فکر کنم اگه 2 ماه فرصت یعنی 60 ساعت وقت بذارم میتونم این زبان رو
در حد ابتدایی حداقل باهاش کار بکنم. میخوام بگم باید تلاش بکنیم دوستان، چیزی رو بدون تلاش به ما نمیدن و اگر میخوایم ترکی رو یاد بگیریم باید خودمون تلاش بکنیم. نباید انتظار داشته باشیم یه دولتی بیاد برای ما زبان ما رو آموزش بده. خب این دولت خاک ما رو اشغال کرده، میخواد ما رو هم اشغال بکنه، مغز ما رو هم اشغال کرده، مدارس ما رو اشغال کرده، آموزش ما رو اشغال کرده، چند نسل ذهن ما رو، عقل ما رو اشغال کرده. حالا ما میخوایم اگر نجات پیدا بکنیم نباید امید ببندیم و ازش بخوایم که برای من مدرسه باز بکن. باید خود ما شروع بکنیم، خود ما آموزش ببینیم، خود ما از دیگران یاد بگیریم، از دیگران بخوایم به ما آموزش بدن.